رفقای هم باور، هم پیمان و هم رزم، درود بر شما. امروز تاریخ اول فوریه سال 2025 عیسوی است. همانطوری که شما در جریان هستید، ما مصمم هستیم چهره های نفوذی در جنبش دادخانه کشور را افشا نماییم. بعد از تاریخ 2 فوریه سال 2025 عیسوی که توطئه‌گران حزب به اصطلاح دموکراسی و ترقی افغانستان را اعلان کردند، ما به اساس گفتارها و رفتارهای کمپلکس توطئه اسنادی را خدمت شما ارائه نمودیم که چهره آنان را افشا می نمود. توطئه‌گران بعد از آن آرام ننشستند و با مراجعه با آدرس‌های معین به جای مطرح نمودن دیدگاه‌ها و طرح‌های حزبی سیاسی ما برای کشتن واقعیت دست آستین بالا زدند. به سلسله آن اخیراً یادداشتی از نام حفیظ امزاد، معاون حزب به اصطلاح دموکراسی و ترقی افغانستان، در آدرس‌های معین دست به دست هم گردید. خوشبختانه این یادداشت به دست ما هم رسید. آنان که جرأت و شهامت اخلاقی ندارند تا این یادداشت را همگانی بسازند، به دلیل آنکه آنان می‌دانند تبعات آن دوباره به خودشان برمیگردد، خواستند از طریق آدرس‌های معین و مخشویی رفقا بپردازند. این یادداشت بیشتر از همه باید مورد توجه رفقای نهضت واحد زحمتکشان افغانستان و اعضای سالماندیش حزب آبادی افغانستان برسد که آنان بدانند کمپلکس توطئه سرنوشت آنان را به کجا میبرد. این یادداشت که بر روایت حفیظ امزاد از طریق عارف و عرفان این سناریو نویس توطئه رقم خورده است، پر از توطئه، دسیسه، دروغ، فریب، جلب و تقلب است که شما آن را متوجه خواهید شد. من تصمیم گرفتم این یادداشت را خود به عنوان سند دیگری از کمپلکس توطئه خدمت شما ارائه نمایم. در این ویدیو تصمیم ندارم پیرامون این اتهامات و دروغ‌ها و جعلیات دفاعی و پاسخی ارائه نمایم. من این یادداشت را به قضاوت همه رفقای که بر بستر هویت حزب دموکراتیک خلق افغانستان در تشکلات و سازمان‌های جداگانه فعالیت دارند می‌گذارم. من این یادداشت را به قضاوت همه رفقای هماندیش که خارج از این تشکلات فعالیت سیاسی دارند می‌گذارم. من این یادداشت را به قضاوت همه فعالین سیاسی که مرا در خطوط مبارزه می‌شناسند می‌گذارم. این یادداشت سند دیگری از چهره سیاه توطئه‌گران را ارائه می‌دارد. این یادداشت تحت عنوان دردهای نهفته در غوغاهای یعقوب عودی. از مدت بدین سو یکی از آدمهای رانده شده از صفوف حزبش به نام یعقوب عودی برای ایجاد مشغولیت و سرگرمی و همچنان تفتین و نمایشات سیاسی و عقده‌گشایی و انجام ماموریت استخباراتی یک سناریوی دنباله‌دار را علیه بهترین شخصیت‌های پر افتخار جنبش ترقیخواه افغانستان برا انداخته است. این سناریو مملو از اراجیف، افترا، تهمت،
زهرافشانی و کینه‌توزی بوده که در واقع نهضت ترقیخواه و پیروان صدیق آن را تحت نقشه های کاملا استخباراتی هدف قرار می‌دهد. در زمانی که تمام نیروهای وطن پرست به خاطر نجات کشور از چنگال گروه‌های سیاه و ارتجاعی مبارزه می‌نمایند، یعقوب هادی برعکس نیروهای وطن دوست را نشانه گرفته است. اما یعقوب هادی کیست؟ شواهد زنده، معتبر و انکارناپذیر وجود دارد که یعقوب هادی مراحل ابتدای جوانی خود را در زیر سایه بوته فقیری در خانه‌های متروکه خیرخانه که محل تجمع اوباشان و قلدران یاغی بود سپری کرد. این محل مقابل خانه مسکونیشان قرار داشت. بعد از این که بازار سیاست بعد از تحول 7 ثور گرم شد، یعقوب هادی چشم باز کرد، فرصت را غنیمت شمرد و به سازمان خلقی جوانان حفیظالله امین پیوست. او مدتی در این سازمان سرگرم فعالیت سیاسی بود و بعد از 6 جدی و سقوط حفیظالله امین با تغییر 180 درجه او لباس پرچمی را به تن کرد. با سقوط و فروپاشی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، یعقوب هادی دوباره تغییر موضع سیاسی داد، با حاکمان جدید بیعت کرد و با حلقات استخباراتی شورای نظار ملحق شد و به خاطر خوشخدمتی جمع کثیری از همرزمانش را به خصوص پس از قیام شورای هماهنگی در چنگ شورای نظار سپرد که تعداد زیاد رفقا در مرحله اول دستگیر و نابود شدند. با تغییر اوضاع در سالهای بعد، زمانی که پایه‌های جنبش ترقیخواه پس از شکست مرحله اول طالبان دوباره در حال جان گرفتن بود، طبع سیاسی یعقوب هادی دوباره تغییر کرد و در صفوف نهضت ترقیخواه نفوذ یافت و در نهضت واحد زحمتکشان افغانستان رخنه کرد. از روزی که موصوف وارد ساختار نهضت واحد زحمتکشان افغانستان گردید، پیوسته فعالیت‌های مشکوک از طرف وی سر می‌زد. او در برابر پروسه وحدت‌های حزبی همیشه سنگ‌اندازی می‌کرد و عمداً ماجرا ایجاد می‌نمود. او سعی می‌کرد تا مذاکرات سیاسی را به تشنج کشانیده و دروازه‌های وحدت حزبی را ببندد. نهضت واحد زحمتکشان افغانستان چندین بار تلاش کرد تا با سازمان‌ها و جریانات سیاسی وحدت نماید، اما با تأسف هر باری که این پروسه پیشرفت می‌کرد، یعقوب هادی آن را مختل می‌نمود. یعقوب هادی کسی بود که وحدت کامل میان نهضت واحد زحمتکشان افغانستان و کمیته فعالین حزب دموکراتیک خلق افغانستان را برباد داد و آن را در هم شکست. یعقوب هادی زمانی به یک عنصر مشکوک مبدل شد که از یک طرف وفاداری خود را به رفیق بزرگوار ببرک کارمل به طور نمایشی نشان میداد، اما از طرف دیگر علیه پسر شادروان ببرک کارمل، رفیق کاوه کارمل، ویدیو کلیپ های مسخره آمیز و بدنام کننده را ثبت میکرد و آن را به نشر میرسانید. علاوه بر آن همیشه علیه شخصیت های با اعتبار و خوشنام جنبش به تبلیغات زهراگین می پرداخت.
افزون بر چنین گرایشات، زمانی که پروسه وحدت میان نهضت واحد زحمتکشان افغانستان و حزب آبادی افغانستان در جریان بود، یعقوب عادی به طور عمدی تلاش‌های مذبوحانه انجام داد تا این پروسه را برهم بزند. او چندین بار این جریان را تا سرحد شکست قطعی پیش برد. اما عقل سلیم در میان رفقای اصولی در میان هر دو ساختار حزبی غالب شد و موفق شدند تا مسیر وحدت را باز نمایند. پس از فعالیت‌های مشکوک یعقوب عادی، طرف نهضت واحد زحمتکشان افغانستان تصمیم گرفت تا ورود یعقوب عادی را در جلسات وحدت خواهانه و در کمیسیون‌های وحدت طلبانه قطع نماید. لذا او را از ورود در جلسات منع نمود، اما یعقوب عادی خلاف قوانین مدنی به شیوه دزدانه از طریق همکار و عنصر گوش به فرمانش به نام احد تلاش داخل جلسات حزبی میشد و آن را ضبط میکرد تا برای بادارانش تحفه دهد و نشان دهد که با چی وفاداری ماموریت استخباراتی خود را انجام میدهد. در یک مرحله زمانی از یک سو بر طبق گزارشات واصله، وقتی حزب اطلاع حاصل نمود که یعقوب عادی در کشور کانادا پولهای هموطنان را تحت نام اعمار مسجد جمع‌آوری نموده بود، سرانجام پولها را به یغما برده و از منطقه کوچ کرده و خود را پنهان ساخته است. بخشی از چهره اصلی خود را به نمایش گذاشت و سوالات کلانی را علیه خود مطرح ساخت. از سوی دیگر، زمانی که پیوسته وحدت میان نهضت واحد زحمتکشان افغانستان و حزب آبادی افغانستان نهایی شد، در آستانه تدویر کنفرانس وحدت حزبی فعالیت‌های خرابکارانه و وحدت ستیزانه یعقوب عادی اوج پیدا کرد. لذا نهضت واحد زحمتکشان افغانستان با توجه به کلاهبرداری و نقش خرابکارانه وی به طور قاطع تصمیم گرفت تا یعقوب عادی را از عضویت حزب اخراج نموده و از تمام ساختارهای حزبی بیرون نماید که غوغای یعقوب عادی عمدتاً از همین درد ناشی می گردد. یعقوب عادی برای مدت 13 سال شورای کشوری کانادا را در حالت کومای سیاسی نگه داشت. از تدویر جلسات و پرداخت حق العضویت اجتناب کرد. پس از گذشت 13 سال با تدویر یک جلسه کاملا نمایشی و مهندسی شده، طرح شیطانی را پیاده کرد و فیصله نمود که برای وی و خانمش در کنفرانس وحدت حزبی به خاطر زهرافشانی ستیج سیاسی داده شود تا موصوف بتواند در آخرین مرحله فضای کنفرانس حزبی را برهم زده و وحدت حزب را واژگون ساخته و تحفه جدید برای بادارانش اهدا نماید. باید علاوه کرد که حتی در روز تدویر کنفرانس وحدت حزبی، در لحظاتی که بیش از 150 رفیق داخل اتاق زوم بودند، یعقوب عادی با استفاده از فناوری شبکه‌های استخباراتی وارد اتاق زوم شد و تلاش کرد تا جریان جلسه را برهم بزند. او موفق شد تا برای مدت چند دقیقه جریان را مختل کند که خوشبختانه رفیقای کارشناس که به سیستم زوم بلدیت داشتند، زوم را از حالت هک بودن بیرون ساختند و سپس کار جلسه به شکل عادی به جریان افتید و وحدت دو حزب برادر به نام حزب آبادی افغانستان و نهضت واحد زحمتکشان افغانستان صورت گرفت و در نتیجه حزب دموکراسی و ترقی افغانستان ایجاد گردید و این خود آتشی بود که وجود یعقوب عادی را فرا گرفت و او را تا سرحد جنون کشانید. پس از پروسه وحدت، یعقوب عادی به یک مار زخمی و زهری مبدل شد و طبق ماموریت خاص تبلیغات وقیحانه و دروغ
پردازی های بیشرمانه خود را علیه جنبش، حزب و بهترین رفقا برا انداخت. او به طور ناجوانمردانه خلاف قوانین مدنی که جرم کلان جزایی و قانونی را در پی دارد به استراق سمع پرداخت و آن را رسانه‌ای ساخت. هرگاه محتویات این چرندیات یعقوب هادی را با ژرف نگری مطالعه نماییم، همه‌اش در واقع سند محکومیت خود وی را نشان می‌دهد، نه کسی دیگری را. در این جفنگ سرایی جز خود است هیچ کسی دیگری بازنده سیاسی نیست، با ویژه زمانی که پروسه وحدت به یک الگوی عالی میان رفیقا مبادل شده و بیش از پیش استحکام یافته است. صدای یعقوب هادی به حیث موره سوخته، یعنی صدای کینه، نفرت، عداوت و مخالفت با پروسه وحدت حزبی، او پس از اخراج از حزب به یک مرده متحرک مبدل شده و تاریخ مصرفش به کلی پایان یافته است. این جریان را به خاطر وجدان و مسئولیت حزبی نگاشتم تا مردم و هواداران جنبش ماهیت اصلی این آدمک را درک نموده و انگیزه های درد و فریاد او را متوجه شوند. یعقوب هادی باید بداند که جنبش و حزب قهرمان ما درخت بیت نیست که در برابر هر خس و خاشاک صدمه ببیند و بلرزد. ما با قامت افراشته و با افتخار و پیش رفته و همه عناصر گماشته شده را از آستین حزب بیرون می نماییم. این بود شمعی از انحرافات یعقوب هادی. با احترام، حفیظ امزاد، معاون حزب دموکراسی و ترقی افغانستان. بخش اول ادامه دارد. بله رفقای عزیز، شما این نکات را با بازخوانی خود این یادداشت بار دیگر متوجه میشید. نخست از همه که اینها در مورد این اتهامات و دروغها سخت پاسخگو هستند و این سند دیگری توطئه و دسیسه و ننگین آنهاست که خود با دستان خود تابوت سیاسی خود را آماده ساختند. این اتهامات همه باید مستند و پاسخ داده شود. من همان طوری که گفتم سناریو نویس توطئه این جاهل بی سواد را به حیث بلنداژ اهداف سیاسی خود برای اغراض شوم و خائنانه خود استفاده نموده است. من ادعا می کنم که خیانت نخست از طرف حفیظ امزاد در نوزت واحد زحمتکشان افغانستان زمینه سازی کردید. این بیسواد سیاسی که در سایه رفقای ما حفیظ همزاد شد، با ناسپاسی و با انحراف از اصول و پرنسیپ های حزبی نقش یک افزار را برای توطئه های بزرگ ایفا می نماید. من کلمه به کلمه و نکته به نکته این توطئه و دسیسه را پاسخ خواهم داد، ولی برای اکنون خواستم این ریشه های توطئه را برای شما نشان بدهم که اینها تا کدام سرحد سقوط نمودند و تا کدام سرحد در جنون توطئه مصاب شدند. با امید پیروزی واقعیت و افشای بیشتر این چهره های سیاه و ننگین در جنبش دادخواهانه کشور،
دستتان را می فشارم.